خانم آقایون، همونجوری که اول برنامه گفتم، برای اینکه به هر حال بتونیم تجزیه تحلیل و بررسی درستی نسبت به اتفاقاتی که بعد از انقلاب مردم ایران در حالا شهری که ما زندگی می‌کنیم، حداقل لندن افتاد، از کسانی که به هر حال از همین روزهای اول در این اجتماعات سیاسی ایرانیان حضور داشتن، به خصوص در میدان سرشناس معروف ترافالگر اسکوئر، هم کلام بشیم و این سیر در واقع چند ماهه رو از زبون این دوستانی بشنویم که به قول گفتنی آدمای همیشه حاضر تجمعات علیه نظام جمهوری اسلامی بودن. امروز مهمان آقای ناصر کمالی هستیم و آقای کمالی رو اگه دوستان و خاطر داشته باشن، در زمانی که کتابشون هم منتشر شد باشون گفتگوی داشتیم. آقای کمالی خیلی خوش آمدید. خب ناصر خان، از اون روزایی بگو که به هر حال ایران دستخوش التهاب شد و اون خیزش پرشکوه مردمی به وقوع پیوست و باز هم ناقوس مرگ جمهوری اسلامی به نوعی به صدا در اومد و به هر حال روزهای پر التهابی بود، برای ماها خیلی خوشحال کننده بود از یه زمینه‌ای و به یک باره باز ایرانی‌های وجدان درد گرفته‌ای که اکثرشون هم همیشه پاسخ جمهوری اسلامی دارن، ولی خب این سرزنش شاید اینجا زیاد کارساز نیست که وقتی اتفاقات میفته تو ایران خانه‌ها رو این ایرانی خارج از کشور هم یه تاثیر هیجانی حداقل میذاره. شما از اون اول به عنوان یه ناظر همیشه حاضر در صحنه اوضاع احوال چگونه دیدی؟ بعد البته می‌تونیم بخش بندیش کنیم و زمان بیشتری با هم صحبت کنیم و به هر حال میکروفون مال شماست. با درود. من فکر می‌کنم که اگر بخوام این قضیه رو بررسی بکنیم، بعد برگردیم یه سابقه طولانی مبارزات مردم رو بررسی بکنیم و سیری که با خودش گرفت، ولی از اونجا که فقط شما تیتر رو زدیم فقط در تا با خیزش مردمی 1401 که بحث کردیم، نه ما فقط برمیگردم خیلی خلاصه و خیلی تلگرافی یه بخشش رو توضیح میدم و اگر باز نیاز شد من برمیگردم یه سابقه طولانی از کلاً مثلا مبارزات رو توضیح میدم که چه اتفاقاتی شد و نتیجتاً و چرا این اتفاق باید بیفته که الان جنبش مردمی 1401 به یه سکون یا به یه سکوت یا یه عقب نشینی تاکتیکی آتیش زیر خاکستر در واقع ما فکر می‌کنم اسمش میذارم عقب نشینی تاکتیکی. یعنی نه سکوت و نه شکست، بلکه عقب نشینی تاکتیکی. چرا که هر زمان که یه جنبش حرکت میکنه مبارزه شکلی شمالی پیدا میکنه، خب یه سیر اوج و یه سیر افت داره و طبعا یه سری درس‌ها به خودش به ما میده. حالا ما به این کلا نمیپردازیم، فقط برمیگردیم اتفاقاتی که در زمان تو اون مقطع زمان ما می‌بینیم که از بعد از سقوط پهلوی از 57 به این طرف همیشه ایران آبستن کلا چیز بوده، حوادث مختلف، کلا حوادث بوده. ما می‌بینیم از جریان سرندج، بعدش ترکمن‌صحرا و میرسیم تا 30 خرداد به خصوص که در واقع نقطه عطف دو تا جریان خیلی قاطع، این طرف نیروی مخالفین و اون طرف در واقع حکومت تازه به دولت رسیده اسلامی که بعضا اونها با خودشون تثبیت میکردن. این طرف قولی که در واقع خمینی یا بهشتی و داردسته اینا دادن به امپریالیسم که ما منطقه رو ساکت میکنیم به نفع سرمایه داری و نمیذاریم که هیچ نیروی مترقی چه چپ و چه غیر چپ اینجا قدرت بگیرن. نجاتاً دنبال دستاویزی میگشتن، خب دستاویز به دست آوردن و 30 خرداد که در واقع یه حرکت خیلی مسرع‌آمیز بودش بدون که کسی دست به سلاح بده تبدیل کردن به یه جریان خونی و در حد اعدام وحشتناکی که در روز و کسی مثل سعید سلطانپور یا فاضل نمی یا سعادتی رو بدون هیچ کلان اعدام کردن. نتیجتاً از همونجا جمهوری رژیم اسلامی شمشیر از رو کشید که ما میخوایم خودمون تثبیت کنیم و میکشیم و کشتنم و ما اوج این جریان رو سال 67 میبینیم، قتل که او زمان با خودم زنده بودم و قتل سال 67 میبینیم که با چه فجایی آفریدن که حالا باز با او ما میبینیم یه مقطع سکوت داریم، یه سکون داریم ولی شکست نداریم. چون ما بین 67 و 87 یه دوره سکوتن، چون که مردم همه حاجبات شدن چه شد ما چه میخواستیم
برصد این نسل دیگه هم به دنیا اومد و به یه شکلی بعدش ولی بالاخره اون نسلی که میان سعی میکنن از تجربیات دوره قبل کلا بیاموزن که چه اتفاق افتاده که می‌بینیم 80 با او ابعاد خودش نشون میده و بعد زمان‌ها کوتاه میشه. ما می‌بینیم یه مقطعی 10 ساله داریم، یعنی یه 10 ساله سکوت داریم و یه دوره‌ای عقب نشینی داریم، ولی به دنبالش زمان کوتاه‌تر میشه و بحران‌های اقتصادی و دیکتاتوری رژیم اسلامی روز به روز بدتر و بدتر و بدتر میشه، چرا که اون طرف اونا احساس میکنن که یه مقدار داره کنترل از دست اونا میره بیرون و این طرف مسئله در واقع اینترنت و دستیابی به تمام اطلاعاتی که برای نسل جوان بودش این اجازه میداد که بیشتر و بیشتر به ما یادم میاد مثلا زمان شما خواستیم یه اعلامیه پخش بکنیم سال 56 از شهر بوشهر تا برازیل که می‌خواستیم برفتیم با کلی ترس و لرز میرفتیم که یه اعلامیه پخش کنیم برگردیم، هر هم بود بخوام دستگیر بشه میشه سال 56 57 ولی همش کنش پشت اینترنت یک کتابو اصلا میتونه راحت بذاره اینترنت به رو بخونه بدون که اصلا نیاز داشته باشه به اینکه جونش در خطر بیفته. نتیجتاً ایران همیشه آبستن حوادث بوده، حتی اگه ما برگردیم از 1285 به این طرف و انقلاب مشروطه هم بررسی کنیم همیشه ما درگیر بودیم و متأسفانه همیشه سرکوب شدیم. شما می‌بینید دقیقاً بعد از کودتای 1399 دقیقاً رضاخان شروع میکنه با اعمال دیکتاتوری تمام دستاورد مشروطه رو از بین میبره و توی مقطع کوتاه 20 تا یکی 2 سال بعد از شهر 20 یه جو نیمه دموکراتیک ما داریم که باز اوج جنبش‌های کارگری رو ما میبینیم و باز سرکوب میشه و به دنبالش ما کوتاه 32 رو داریم و باز او سکون نسبی تا سال 42 و او البته شخصا 15 خرداد با یه جورنال کلا مترقی نگاه نمی‌کنم، ولی به حساب ببینید همچه حرکت حالا مرتجانه ما داریم که 15 خرداد 42 باشه و دیگه سکوت داریم تا زمانی که اولین گلوله‌های به شوی چپ توی سیاکل یا به شوی مجاهدین شلیک میشه و می‌بینن دیگه هیچ راهی به جز جنبش مسلحانه نداره و شکل مسلحانه به خودش میگیره و تا سقوط پهلوی. خودشون لندن. خب نجاتاً همیشه ایران همیشه بوده. خب ما می‌بینیم بعد از این جریان سبز که میشه سر کله یه تعداد آدمی که اصلا با که اینا اصطلاح میگن قشر خاکستری به اصطلاح، یعنی در واقع قشر خاکستری اونا کنش‌کشای اقتصادی هستن، یعنی مسئله سیاسی اصلا براشون مهم نیستش و بازم نگاه میکنن این پاسپورت دستشون چقدر میتونه اثر بذاره توی رفتنشون یا امکانات بالقوه‌ای که میتونن از جمهوری اسلامی بگیرن و خیلی اتفاقاتی که میبینیم که بعد با ورود جنبش سبز و عناصر اصلاح طلبی جنبش رو به شکست میرسونن که میتونست یه اصلاحاتی، ما اصلا متخصص به اصلاحات ایجانی ولی بحثا میتونست یه تغییرات اصلاحی به وجود بیاره، ولی خب کلا رژیم اسلامی توان اصلاحات نداره، اصلا تحمل اصلاحات نداره، نشاط با اون سرکوب به اصول و به دنبالش میگه که اصولگرا به رهبری احمدی نژاد میان خودت دست میگیرن. زمانی که پوپولیسم احمدی نژاد شروع میکنه با قدرت گیری، رژیم اسلامی میدونه، اون سردمداراش اتاق فکریش میدونن که یه وقتی یه حرکتی خواهد شد و ترسی که اونا دارند یه کم کم خارج از کشوره، چرا که تعداد بسیار زیادی از نیروی سیاسی، فعال سیاسی و کلا اینا در خارج از کشور خوابیدن و یه جو نیمه دموکراتیک هستش. دیگه اونا میتونن یه سری حرکت بکنن و میتونن در سطح جهانی یه سری ضربات بزنن به کلا رژیم اسلامی. همونطور که زمان شاه ما سال 55 میبینیم که شاه مجبور میشه که عفو بین‌الملل رو بپذیره که بیاد داخل ایران و سر به زندانا بزنه و ما از اون هستیم که عفو بین‌الملل که اومد از زندان آزاد شدم، یعنی به این صورت نهایتاً اونا این تجربه رو دارن که خارج از کشور همیشه خطرناک هستش، پس باید به شکلی بتونن کنترل بکنن که آغاز صادرات یه سری امثال گنجی و سازگارا و امثال اون میشه و شروع میکنن سازمانی خودشون و در این حال میگردن که بتونن عناصری که میتونن روشون کار بکنن که در آینده بتونه دستاورد داشته باشه و کنترل بکنن حرکت‌های تند خارج از کشور رو که تاثیرپذیری از داخل خواهد داشت، اینا رو کنترل بکنن که خب ما تو این مقطع تلویزیون به قولم مناطو شروع به کار میکنه، خیلی آگاهانه تونل زمان رو میزنن. در این حال ایران بررسی میکنه که اگه زمانی بخوان دچار مشکل بشن، تنها کسانی که میتونن به شکل حافظ منافع امپریالیسم باشن و سرمایه‌داری تو منطقه خانواده پهلوی هستش و رضا پهلوی میتونه نماینده بورژوازی داخلی در خارج از کشور باشه، پس به یه شکلی میباید اونا رو تقویت میکردن. خب
بعد شروع میکنن به تعریف تاریخ. چرا که اگر میخواستن واقعیت تاریخ رو بگفتن که خب سلطنت پهلوی سقوط کرده بود سال 57 و مردم ایران انداختن بیرون، پس دلیلی برای برگشت کل سلطنت پهلوی نیستش. پس ما می‌بینیم که سیاست پوپولیستی امنیت شکست میخوره و باز تاکتیک اینا عوض میشه و سعی میکنن به اصطلاح در سطح جهانی یه قیافه نشونن که ما میتونیم بخشی از اصلاحات رو پیش ببریم، که خب در نهایت خصلت ماهیت دیکتاتوری اسلامی همین بودش که نمیتونست تحمل بکنه هر نوع حرکت دموکراتیک رو. پس باز مجددا تلاش میکنن که حکومت رو یک دست بکنن که قضیه ورود رئیسی به قدرت میرسه. در این حال اتاق فکری اینا میدونن که ایران با توجه به مجموعه مثالی که داره، هم از ستم جنسی، هم از مسئله خلقات، بیکاری، گرونی، مجموعه، و بعد اینا دست بسته میده و یه طغیانی به وجود میاره. از این طرف میبینیم که ما طی این مدت کلا رژیم اسلامی آسایش هم نداره. ما اعتصاب داریم، مسئله مالباخته‌ها داریم، مسئله بازنشسته‌ها داریم، مسئله معلم‌ها داریم. یعنی یه مجموعه مثال دست بسته داره که اینا اصلا نمی‌تونن نفس بخورن. به معنی که بخواستن این رو حل بکنن که در توانشون بود حل بکنن، یکی دیگه بهشون وصل می‌شد. مخصوصا در اینجا رشد جنبش کارگری و اعتصابی خیلی خیلی کم، ولی با احتیاط ما می‌بینیم که خب یکی از بقول مطالباتشون جریان کلا دستمزد میتونه باشه، ولی در کنارش به خاطر رشد نیولیبرالیسم تو ایران و بخش اینا که بخش خصوصی رو دارن عمده میکنن و طبعا وقتی بخش خصوصی رشد میکنه استثمار بیشتری خواهد شد و حرکت اعتصاب کارگری ما بیشتر داریم. دقیقاً یه آمار دیدم یک جا ظرف 2 سال ما بیش از 3000 اعتصابی کوچیک داریم که تازه اگه بخوایم حساب بکنیم اعتصابی که شاید مثلا از 25-30 تا به بولان، یعنی حتی نه غیر از 30 نفر بیشتر، یا مثلا شما در نظر بگیرید این مدت ما مسئله او صندوقای پولی که از یا به قول خودشون مالباختگان میبینیم، از طرف مسئله تضادهای داخلیشون شروع میشه. بالاخره با یه دست شدن با ورود رئیسی به داخل توی کلا مثلا مهدی حکومت، خب بخشی از اونایی که دارن دفع میشن نیاز دارن که اونجا تامین بشن، چون بالاخره به قول خودشون زحمت کشیدن و اونا اینا رو نمیتونن تحمل بکنن. درگیری از اونجا شروع میشه. اینا دست بس هم داد که ما بعد از او اعتصابات و مجموعه این مثالی که جمع بندی میشه، ما میبینیم که با یه اعتصاب بسیار یه حرکت بسیار ساده، وقتی ما خیلی حرکت ساده‌ای بود. ما مهسا امینی نفر اولی نبود که کشته شده بود، شاید 10 مثلا مهسا این در تاریخی بود، ولی دقیقاً نقطه عطف تاریخی. یعنی ما او حرکت کمیتی رو کرده بودیم و نیاز داشتیم که یه نقطه عطف برسیم، یعنی اون تغییر کیفی جنبش که با کشته شدن در واقع مهسا امینی در واقع انفجار شد. ما می‌بینیم دقیقاً 25 شهریور روبروی بیمارستان یه حرکت خیلی کوچیکی میشه. یعنی بازم تا اینجا کلا میان جلو بیمارستان و جسد رو تحویل میگیرن و بدون که فقط چند تا شعار میشه، ولی به فاصله 3 روز میبینید یک دفعه اصلا بیش از 300 تا شهر، شاید بیشتر، به فاصله 3 روز و بیش از 25 تا استان از 31 استان ما، استان ایران، میان توی چیز قرار میگیرن. ما میبینیم دقیقاً میبینیم روز 30 که میشه جمعه، روز 30 شهریور، دانشگاه تهران اولین شعار محکمو میده که میگه مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. اگه شما برگردیم ببینیم تاریخ نگاه کنیم، ما میبینیم که دقیقاً 30 شهریور ما توی دانشگاه تهران این شعار داده میشه خیلی محکم و نشون میده که مردم دیگه هم سلطنت رو شناختن و مردم اینجا نسل جوانی که با این همه که بخورن رژیم جمهوری اسلامی از طریق چیزاشون کار کردن، تلویزیوناشون کار کردن، تو مدرسه از کوچگیشون کار کردن و این همه که سلطنت طلبها از طریق تونل زمان و اینترنشنال کار کردن که بتونن تاریخ رو تحریف بکنن و یک زمانی از این استفاده بکنن، همه اینا باد میشه و باد هوا میشه و عملاً هیچ دستاوردی ندارن. و ما میبینیم که اینجا که رژیم اسلامی وحشت میکنن، چرا میبینیم که شعار سرنگونیه، چیزی از زمان نمیگذره، شعار میدن که ما مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم. دیگه اون شعاری که چون ما اینطوری میتونیم بررسی کنیم، بر اساس شعار شما میتونید ببینید که چطوری داره
به قولن جنبش رشد میکنه. یه وقتی شعار میدن نزن، یه وقت میگفت شعار دادن بزنی میزنیم ها، یا گفتن بی شرف بزنی میزنیم، بعد کم کم شد بزن میزنیم و آخر کار اومدن گفتن میزنیم، یعنی دیگه قضیه از این گذشت. یعنی دقیقاً این طرف دیگه اصلا همیشه و رژیم اسرائیل متوجه شد که دیگه قضیه جدیه، مسئله سرنگونیه. یعنی نیرویی که اومدن تو خیابون نیرو نیستن که، و اون شعار معروف اصولگرا اصولگرا دیگه تمام مایی در واقع آب پاک رو دست هم اصولگراها ریخت و هم اصولگرا که دیدن اصلا مردم یه چیز دیگه میخوان و شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای دیگه در واقع دیگه سر جمهوری اسلامی رو یا بقول رژیم اسلامی رو کلا هدف قرار گرفت. خب آقای کمالی، باز میگم این اتفاقات که افتاد مثل همون سال 88 یا 78 جنبش دانشجویی، فاصلهشون هم 10 سال جالبه. خب باز حالا برمیگردیم اینور ایرانی خارج از کشور و به خصوص تو لندن، که لندن شاید من بخوام یه تجزیه تحلیل کوتاه دربارش بدم و آماری مثلا سال 88 که اون اتفاق افتاد حدوداً آمار ایرانی لندن نشین حدود شاید حداکثر 40,000 نفر بود، ولی سال 4000 و 1401 حدود 300 تا 500,000 ها تخمین میزنه ایرانی تو لندنه. خب با اون جنبش، یعنی برای یه سری ایرانی هم که از ایران میخواستن فرار کنن آتوی خوبی بود که بیان و خودشونو وصل کنن به اون جریانات سال 88 بتونن پناهندگی بیارن. یه جور جمهوری اسلامی هم اتاق فکرش به این نتیجه رسید که خب تو این خیلی عظیمی که دارن میرن، حالا تخمین من خود من 15,000 نفره، ولی توی محافل خصوصی مثلا اونا که بیشتر با این جریان درگیرن میگن 7 تا 15,000 نفر نیروهای امنیتیش و رژیم به عنوان پناهنده به فقط انگلستان، حالا کشور دیگر نمیدونم حتما اونجا اونجوری، و اینا اومدن جاسازی شدن تو دیواره زندگی پناهندگی ما، یعنی حریم پناهندگی ما رو شکوندن، حالا به صورت کاسب، صراف، رستوراندار، بیزینس های مختلف، و یه سریشون هم خب فقط به نظر نقششون بود که جامعه رو بی‌تفاوت کنن، مثلا بشینن با مردم حرف بزنن، بگن آره میریم ایران میایم خانواده‌مون رو می‌بینیم و چی کار داریم، اصلا سیاست پدر مادر نداره، از این مزخرفات و همون وحشت جمهوری اسلامی رو در واقع تو مردم ترویج کنن که آره مجاهدین رو به خصوص فوکوس کنن که نه اینا بدترن و اینا یه سری داستانایی که دیگه تکراری گفتنش، عراق رفتن اینجا رفتن اونجا رفتن و ذهن مردم نسبت به این سازمان هم مثلا حالت تدافعی به پیش بدن. ولی خب به هر حال یه اتفاقی افتاده و اومدن بیرون و سرآغازش هم همین چند هزار نفری بود که جمع شدن و شما خب چون شاهد همیشگی بودی از همین دل داریم محمد بود. خب شما از اون فضا بگو، فضایی که رفتی دیدی و خب به هر حال چی فکر می‌کردی خودت، تصورت از اون تعداد ایرانیایی که اومده بودن چی بود و قصه چجوری ادامه پیدا کرد؟ در واقع در آغاز، یعنی زمانی که خبر مرگ مهسا امینی اومد، خب اول نیرویی که ریختن تو خیابون همون نیروی همیشگی بودن، همونی که همیشه به قول یا جلو سفارت بودن یا تو میدان تلفگاه میایستادن و اعتراض میکنن، یعنی نیروی جدیدی وصل نشد اوایل و این نیرویی بودن بیشتر به چوی چپ بودن، به چوی مجاهدین، یه بخش بشه برصد اونا که پشت ثابت بودن، به چوی مجاهدین، یعنی به قول یه جای ثابت داشتن همیشه. یه شورا داشت به اسم شورای همبستگی بودش که برصد به چوی چپ بودن و یه مجموعه از به چوی نیروی مختلف چپ بود و یه بخش ضعیفی هم بود از یه سری جانتی متفرقه که با پرچم اومده بودن. ما تاسیس رو پرچم بود، خودم شخصا زیر پرچم نمی‌ایستادم، پرچم سرنگ، ولی به هر صورت میتونن با پرچم اومده بودن. ولی اون نیرویی که همیشه ثابت میمدن خب همیشه میمدن. یه مقدار که داخل اوج گرفت، یعنی داخل که اوج گرفت همیشه شدید شده بیشتری پیدا کرد، همیشه همین بوده، به خاطر که خب این نیروی این سلطنت طلبا خب رهبرشون که بخورن به چشا باشه که هیچ وقت تو این مسائل نبوده، با پول دزدیده شده میلیاردها دلار دزدیده شده باباش تو این بخورن کشور رو خوشگذاری میکرد. ولی زمانی که ایران، یعنی زمانی که تو ایران یه اوج گرفته،
وقت رژیم اسلامی وحشتگر بعد برمیگشت نیروهاشو بررسی میکرد، چرا که داخل داشت رشد، یعنی داشت قضیه ابعاد پیدا میکرد، کردستانش حرکت تند میکردن و در خارج به فاصله شاید بگم چند روز نیروی بسیار زیاد آزاد شد. دیگه اینجا مهم نبود که اینجا که نیرو آزاد شد، ولی خب مثلا شعاری که داده میشد شعاری بود که از طریق نیروی مترقی و چپ داده میشد. هنوز ما شعاری و تقسیم بندی اونجا چجوری بود؟ یعنی همه با هم بودن؟ نه مثلا به چه مثلا شورا یه طرف میستادن، به شورای همبستگی یه طرف، به چه مجاهدین به قول خودشون داشتن و به چه سلطنت طلبان یه گوشه میستادن، چون نیرویی نبودن. باور کن نیرویی نبودن. از 500 تا تجاوز مجموعاً نه کل آدمی که حضور داشتن، دارم میگم از 500 تا تجاوز نمی‌کرد. کل آدمی کل نیروی از 500 تا دارم زیاد میگم، یعنی شاید دیگه خیلی دست بالا، چون هنوز اون باور کن دارم زیاد میگم 500 تا اوایلش، ولی بعد از که ابعاد قضیه وسیع شد نیروها آزاد شدن. خب سیر مبارزه به این صورته تا زمانی که حرکت تند شده. خب بخش از نیروها با احتیاط، بخش نیرو که پای ثابت هستن، اصلا ما رو اونا بحثی نداریم، نیرویی که هر وقت چیزی بشه سرکلشون پیدا میشه و برف باشه و بارون باشه باد باشه اصلا مهم نیست، اونا هستن. میمونه بخش نیرویی که اینا رو میشه بهش طیف بندی بکنه. خب یه سری مثلا هواداری جریانه مختلف هستن که در این حال توی سکوت نسبی به سر میبرن و فرصتی هم بشه میان شدن نشد. یه سری ما اسمشو میذارم قشروی خاکستری. قشر خاکستری من فکر میکنم اگه تعریفم دقیق باشه که نمیدونم، قشر خاکستری در واقع بخشی هستن که فقط کنشگر اقتصادی هستن، یعنی که هیچ کاری با مثال سیاسی ندارن. طی این مدت چون رژیم اسلامی و بخشی از سلطنت موفق شدن که بگن ما سیاسی نیستیم. اصلا ما سیاسی نیستیم شده بود یه مد، یعنی وقتی یارو نشست مثلا یه جا میرفتن اول ما سیاسی نیستیم ما، و بعد حاضر بودن تو این جمع صحبت بکنن. این اصلا ما سیاسی نیستیم شده بود یه مد و خیلی هم افتخار میکردن که همچری بودن. اینا در واقع بخش کنشگر اقتصادی هستن که هیچ مثالی، و اینا بغد ما در اینی که مثلشون نمیذارم خائن ولی خطرناک هستن، چرا که تابع موج قدرت میرن، یعنی هر جایی که قدرت بشینه میرن اونجا بیستن، مهم نیست که اونا کی هستن، چرا که دنبال منافع اقتصادیشون هستن و نه کاری مثال سیاسی ندارن. زمانی که رژیم اسلامی تکونی خورد و فهمید که داره قضیه جدی میشه به شعارهای داخل، نه فقط شعار معمولی بلکه شعارها در سطح سرنگونی هستش، خب این قشر اقتصادی خاکستری خب احساس ناامنی میکنه، چرا که میبینی که موضع خودشو داره از دست میدن، پس باید برگردن و کنار چیز بیستن، کنار در واقع کسی که ممکنه با قدرت یا عرم قدرت بیستن. خب این قشر خاکستری خب میسه نگاه میکنه، طبعا به چه چپ نمیتونن حافظ منافع اونا باشن، خیلی طبیعی، چون به چه چپ خب بالا منافع طبقاتی رو مطرح میکنن، طبقه کارگر رو انقلاب رو مطرح میکنن. اون طرف به غیر نوع مترقی ما داریم که بالاخره اونم تغییر بنیادی میخوان. سازمان مجاهدین اعلام میکنه که جمهوری دموکراتیک با تغییرات کلی، او اطلاعیه 10 ماده‌ای که خانم رجبی میده، ما رو این مثلا نمیخوام بحث بکنم، نه تایید در نتیجتا خب اونا هم موضوعشون مشخصه. این طرف قشر خاکستری دنبال میگن نه انقلاب نه، چرا که انقلاب بنیان همه چی رو به هم میریزه، پس ما بیایم جریانی رو پیدا بکنیم که یه دستی سر رو بکشه، یه اصلاحاتی بکنه، در این حال به منافع اقتصادی ما هم ضربه‌ای نزنه که ما ضربه نخوریم. خب اینجا بهترین کسی که میتونه بیان کننده منافع اونا باشه اصلاحاتی، یعنی در واقع اصلاح طلبها هستن. اصلاح طلبایی که تو ایران دارن شعار میخورن اصولی را اصلاح طلب دیگه تو مهاجرا، پس تو ایران اصلاح طلبها نیستن، ولی رژیم اسلامی تا این مدت موفق شده بود که نیروی چند ده هزار نفریش و شاید 100,000 نفریش رو صادر بکنه به خارج از کشور به روز مبادا که الان وقتشه. خب این طرف ما می‌بینیم نیروی جوانی هست وسط، چه خارج از کشور چه داخل کشور، نیروی جوانی که نه نیروی قبلی رو قبول میکنه و نه رژیم اسلامی رو قبول میکنه، نیرویی که هستن که کنشگر هستن، میخونن، دسترسی دارن به اینترنت، به اطلاعات. خب اینجا اتاق فکری رژیم اسلامی باید کار بکنه. بهترین نیرویی که تا این مدت کار کرده کیه؟ پهلویان، چرا که هم پهلوی به اصطلاح یه چیزی رو گذشته این ننگین کار بالاخره
برای بخشی از مردم، همین که اینا موفق شدن از طریق کانالایی مثل اینترنشنال و به خصوص منوتو شروع کنن تاریخ رو سعی بکنن. حتی تاریخ تعریف نشد، اینا فقط سعی کردن، نه تحریف کردن. یعنی هم تحریف، یعنی سعی کردن که تاریخ رو تعریف بکنن که حتی موفق نشدن و این رو ما طی پروسه نوما دیدیم که عملا موفق